پایان کار نمیگیری اگر تاییدیه سازمان آتش نشانی رو نداشته باشید. بیاین تا تو ادامه کلیپ 4 تا نکته ایمنی و اصفاء حریق ساختمون که برای پایان کار گرفتن ضروری هست رو براتون توضیح بدم. مورد اول توجه به راههای خروج و دسترسی راههای فرار هستش. با توجه به کاربری هر ساختمون راههای فرار باید اصولی، کافی و بدون مانع باشن تا در صورت بروز حریق همه افراد بتونن به راحتی از ساختمون خارج بشن. مورد دوم مکان‌هایی که این کپسول‌های آتش نشانی باید توی ساختمون گذاشته بشن. این کپسول‌ها باید در موقعیت‌های واضح، قابل دید و با دسترسی آسون باشن. این کپسول‌ها رو می‌تونیم نزدیک خروجی‌ها، انبار، پارکینگ و تأسیسات بذاریمش. اونایی که توی انبار و پارکینگ هستن بهتر از مدل چرخدار باشن. سومین مورد توجه به سیستم‌های اعلام حریق ساختمون هستش. این سیستم‌ها به طور کلی به 2 نوع خودکار و دستی تقسیم میشن که لازم به ذکره که هر ساختمونی سیستم خودکار داره، نصب سیستم اعلام حریق دستی هم اجباریه. مورد چهارم توجه به سیستم تهویه و کنترل دود توی ساختمون هستش که تهویه ساختمون 2 نوع طبیعی و مکانیکی داره. طبیعی مثل بازشوهای ساختمون، بالکن، پنجره و درها. یه نکته هم که تهویه مکانیکی داره اینه که بسته به جای نصبشون توی ساختمون باید بین 20 تا 90 دقیقه هنگام آتش سوزی مقاومت از خودشون نشون بدن. این کلیپو بفرستید برای همه آشناهاتون. همین الان کلمه آتش رو هم برامون کامنت کنید تا بقیه موارد توی دایرکت براتون ارسال بشه.